علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بله خیلی صدر شما هستید. بله 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 بفرمایید. فقط من در پشت مستقیمم. در پخش مستقیم هستید. بله برادر احمد کنم اولا مینالوگی خود رو میخواستم بیان کنم با شما که این رای خوب رو پیش گرفتید. من زاده ناحیه رشت هستم و یک کمی معلومات میخواستم درباره دوره جنگ نقل کنم که همه خلق تاجیک و همه خلق کلوب فهمگی با ما چی کارها کردن. ما مسئله همین اون چیزی که گذشت رفته دیگه نمیخوایم که هیچ وقت یعنی که من همین رو میخوام بیان کنم که ما خلق یگان محل جنگ از چی سر شد. ما باید همین رو اول به خلق بفهمونیم که جنگ از چی سر شد. سبب جنگ سر شدن اول همین به همه مهم است که آدما باید این رو بدونن. همه جنگ از چی سر شد. در همین غرم که فکر میگویم ورتالیات آمد دیسانتور فرو آورد. ما میده بودیم، ما این رو به چشم خود دیدیم. دیزندار فرو آمد، خلقی خیلی آدمانی کلانتر رو رفتن اونها پیشواز گرفتن، آوردن در مچی شنوندن، خوراندن، شوندن. گفتن چی پرابلم است؟ گفتن پرابلم در این است که ما رو گفتن که در غرم وای مقابل دولت خستگی هم. ما باید رفته خلق آزاد کنیم، خلق در اینجا کشته شده. گفت در یگان کس جنگ نیست، یگان کس نسبت یک خلق هم یارو کشتگی نیست. و یا رو در روز مهمونی کردن، در تا حد را سیونکش هست که کسی تاش هست نسبت همین کار شدگی. و یا رو بردن از کمسان با دوست گسل کردن با دوشنبه. گسل کردن با دوشنبه شما میدونه که در همونجا رزوان گریب بود. رزوان کی است من نمیدونم. بعد فهمیدن که سال رسمی آمده، بعد فهمیدن که رزوان اصلش از لنز که بله نمیدونم حقیقت هست یا نیست. اصلش از رزوان صادیروف دیگه رزوان مقصد که همه آدم گوش شد بنی همین کلا هم بچه ها را بریده و روی کرد. انا هیچ تنکا و بیتیر خطی همه چی خطی آمدن خلق ما را کشتن سر کردن. تا حاضر جنگ علاوه وقتی شدگی بود. جنگ علاوه این اپراسیون پرزیدنت خودش بود، شخصی خودش بود. برای که وقتی که ما اعلام کرد که دولت منطقه رئیس هستن از تمام دولت اینا پول جدا کردن. سال 2015 اگر خطا نکنم در مجلس شد علامه اون خود به زبان خود این سخن رو گفت که از سال 2011 تا اینجانی با ما 149 میلیون یورو جدا کردن بر ضد تروریسم. این همین مبلغ جدا شده که این اپراسیون خود ساخته خودی خیلی چی گویم پرزیدنت. بله برادر درسته. اینا چیزای ساختن همشون. بله اینا همش چیزای ساخته هستن. بله من همین رو میخوام خلق کلوب به دیگران برسونم که همین قدر ظلم کرده خیلی سال شد ما بخشیدیم همه را به نظر نمیگیریم. ولی امروز چی پرابلم است که خرم میرن یا خیلی آدمای از دیگر نویون به غرم روی میکنن پوپشوشون کندگی هست میگوین در یک ماه باور میکنی نمیکنه یک ماه زن بعد آدم که شما یافتی باید کم تغییراتش کنی. همه که شما یافتن نورالی سیاه روی میکنن میاد تجاوز میکنه میاد همه کارتون میکنه ماچیتاتون رس میکنه ریشی ملاتون میکنه هر یا ماچیتا میگه 5000 بیارین بتین هر یک میروا در روسیه نواسیویسک میپره میره مسکو میپره رحیم غرمی وقتی که در خدمت نورالی شید بعد دیگه همه میگه شما را یافتی باید ظلمت کنه غرمی را اخی تو وقتی که غربی شما باشی بچه‌ها ظلمت نکنه. وای گوش نکرد وای نمیدونم برادر گرامی وقتی که همه کی میگن آدم که احمق یافتی با ظلمش میکنی. اگر بدونه که غرمی گپ منم میگیره بگه که براسون بیار 40 سومانی بگیر بیار نمیارم خونش روی میکنه برا استو چکشه 50 کس بخیزم به خدا قسم امنیتش میخیزه میره ای فیض‌آباد او سکون میشه میره ای وقتی که گو برا در خونش برا بکوش بچه تا بگو پول روان کنه آتش پدرش اگر بود در امنیت ریش شکند بچهش خواب کرد بود دیگری شوارد پول داد چی بعد فکر میکنی که یو خوابتون میکنن. گپ درباره مردمی غرب خودش رفته است که خپن مردمی آرامن خواب که کردی ایستادی در سر چهارمغز میشکنه همین طریقه چی فکر میکنی؟ این قاعده حیاته. با همون خاطر باید که بفهمونه پدراتونه که اومدن برای ابنشه بگن نمیشه من ابنه در حزب خلق دموکراتی خونه که رفت در اومد سنجی در درونی خونت که یگان جنایت یا بخزه ببرویه همسایه شب ببرویه 50 کس بخزن میتین کنن پیش حکومت بیان امنیتیش میگرزه میره دفع میشه دیگه. ای وقت شما را دیدن که خب کرده من حاضی گوش برادر کشتن شمان توکلش به خدا حاضی من ای کجا خواندم من میره برای شما را اینمی ای کجا بود خواهش من رشتمون ناحیه رشت جماعت قلعه سرخ از هر خواجگی 40 سومونی باز سپرد
غارمی چوماکی باشه مجبورش کنن 40 سومونی بسپره. ای بچه منم که برم 40 سومون بیار بگم آوردم 40 سومون بیار بگم نه نمیتونم بگم آب بس کی زور بود است نمیتونم خلاص خواب میکنم. وقتی که KGB هم گفت میگه که نه ایران نراست که وضعیت بزه میشه. وقتی که احمق کشید پولشون که دادی خوب تون میکنن برای چی پولشون میتیه؟ برای چی به پدر تا پول روی میکنه که برده حکومت بسپر؟ میکشند ظلمت میکنن پول تا میگیرن دختر تا تجاوز میکنن زمین تا میگیرن ماشین تا میگیرن روسیه میره و با رحیم غربی پولش روان میکنه با کی را با نورالی سیوها زنش تبابات میکنه هندوستان قوریستان رویش میکنه با میوه تکستیل روست میکنه براشون منتظر میشن پولش هم میزنن میگیرن یه 80,000 کنش میزنن میگه برا کی احمق برای موقع گناهکار خطونه سلامت باشه کوشش کنه که گناهکار نشه کوشش کنه که نه خلاص من همی آدم باید حقیقت شگر بزنه همی آدم که احمق شدم پولش میزنی میگیری اون گفتی که پول ظلمش میکنی دیگه احمق نشده ظلم تو نکنن کوشش کنه خطون یعنی که خطون به این حالت نرسونه هر وقتی که پدرت پول گفت روانش کردی ای بچه‌م 200 سوم که باید برام بتیم ای 500 سوم که برام بتیم نه تی بگو پدر همین طرح